سلام برای کلگی وطندارا، خوب هستین؟ جانکتان جور ستمن. ببخشین در باره کانادا براتون بگم. زیاد کلاهبرداری جور شده به خاطر یک لایک خود. یعنی وطندارای ما همی کل را از کار انداخته. الا ویدو که کانادا 300 پرواز کرد، 300 تو سر به خاطر لایک خود. هیچ کس دوستانه او بدر در سایتش برین، گفته یگان تا شما را در خود شرکت ها درخواست کنین یا در جای دیگه گفته یگان تا کارگر را داره. سعیز کانادا 1.5 میلیون ماجره میگیره. یکی میگه که از اولی امتیاز دادن در اروپا، دیگه تیک تاک ور یا دیگهش میگه که والا از افغانستان هم میشه از اینجا. او بدر شما همین مردم چرا به خاطر لایک خود بازی میتن؟ بسیار بد است. و بدر کسایی که کارگر کار انجینر باشه در خود همون شرکت کانادایی میتونه در سایت پیدا کنه شرکت. و کسایی که در اروپا خود ضرورت نداره که بیادر که به حساب درخواست ویزا کنه که من بیادرم اروپا میرم، کانادا میرم از اروپا. وقتی پاسپورت سرخ که داره و خوب یک تعداد کشورها مثل سویدن بدون ویزا میریم. حتی اگر ویزا هم بگیریم الکترونیکی است. خب رفتیم اونجا جای ما برای ما کمک کس دیگر نمیشه. خود ما باید اونجا از دست خود از پای خود جور کنیم یک چیزا. شاید اوکی برای ما یک تا 6 ماه نو چیزی کس برای ما کمک نمیکنه. معلوماتی که ما دارم مگم تیک تاکرهای ما نوش جانشون به خاطر چی میگم فالوور کلیک زیاد کارا میکنه. و همچنان ایندیای ما بیجان جوته کانادا که سبی ویزا سبی آئیگا نہیں جوته بیجان، بالکل جوته. خب ایندیا کار ندار پاکستان هم منطقه وطندارای خود ما برتون میگم که چی میگم مثل سلیمی شاهی نوری هم تو پوف و لاف نزنین بیادر نکنین تک تاکتان گاه خودم یک گاره به لحاظ خدا هم بیچارا که از کارش دو روز یک غریب کار از کارش میغلطه که در کجا میشه یک به لحاظ خدا امور بان در کارش. آگه کمک انسانی میکنی برش بگو که بیادر از طریق از خود سیستم داره، نه که هر کس بداو که امیال کلی گفته اگان تا تیک تاک و فیسبوک و امی اگال است که بداو که کانادا کل تقبل کرده. و بدر باز یگان تاش هم میفهمی چی میگه شد لالمی نشد آبی. او بیچاره خو از کار میغلطه، یعنی 2 روز از کار میغلطه. یک جایی که یکی کار میکنه از ماش و زندگی خود در ایران از افغانستان از 2 روز یا 5 روز پشت از کار. و بدر از او که در راهنمای صحیح بیتی برش بگو که ای گپ غلط است. کانادا کارگر کار داره، شرکت ها میتونه به طریق خود وطندارای ما را بازی نتن. بله از خدا دیگر جور و صحتمند باشین. خدا کنه از این گپیم تیک تاکرها قارش نبه، یعنی نگه که ما را تو تخریب کردی. بیادر از پول پیسه تیک تاک بس کو یک کم خدا و قسم آخرت یا او دنیای تم فکر کن. نیست که قدر تبلیغ دروغ و گفته یگان تا بزن یک وطندار تا از کار پرتی دیگه. اگه امکانات داری کمک داری بگی یک چارقران برای یک وطندارت کمک از یک رای ال نه به ای که تو نمره گفته یگان تا باز بگی فلوور کو مرا در چی واتساپم در تیک تاکم در یوتیوبم بس کنن. بله از خدا بس کنن. خدا حافظتان وطندارا.